یک چیز دیگه هم بگم که یادم رفته بسیار وقت مزیره همین ریکشا و زرنجرم هر کسی که از ما میخره تا 6 ماه برقش رایگان میدیم ان شاء الله و رحمان. واو تا 6 ماه شما اگر از برند آقا فروشگاه برادران سادات خرید بکنید 6 ماه رایگان شما را اما ریکشا و موتورسیکلتان چارج میکنه. کارت میدیم برایشون. البته تو میندین است. بیننده های عزیز یوتیوب چینل لاروین مایک سلام وقت بخیر خوش آمدید. اسحاق زی در خدمت شماست. امروز 16 اگست سال 2026 میلادی است. به فروشگاه برادران سادات برند آقا آمدیم. جایی که شما موتورسیکل‌های برقی را می‌بینید و در پهلویش سه چرخه را می‌بینید که با این رنگ و با این دیزاین تازه به مزار شریف آمده. ای که قیمت‌های از اینا چند است، چند کیلومتر با برق می رود، بیتریش چقدر چارج می شود و قیمت‌هایشان چند است، تمام سوالات پاسخش از مسئول فروشنده حتما میگیریم. از شما خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدهید. میریم پایین. بیا بخیر. به این دوستای عزیز با یکی از برادران عزیز ما که مسئول عمومی است با ایشان معرفی میشیم و در رابطه با این موتورسیکل‌ها و این سه چرخ‌ها معلومات برای شما ارائه می‌کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیال دارم محترم. شما خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیریت هست ان شاء الله؟ خوب هستین. تشکر. سلامت. زنده باشید. اجازه است؟ تشکر. بفرمایید. بخیر باشین. چطور هستین؟ شکر خدا شما. همراه گرمی مزار شریف چطور هستین؟ خوب هستین. میگذره بخیر؟ الحمدلله. سلامت زنده باشید. نام شما؟ نام سید عارف حسینی است. از ولایت هرات است. از هرات. از لهجه شما فهمیده باشه که شما هراتی هستین. چند سال میشه که به مزار شریف آمدین؟ به مزار شریف در حدود یک سال شاید شود. یک سال شد. ما پیشتر در بالای برنامه گفتیم که فروشگاه برادران سادات و برند آقا. چند سال میشه شما در این بخش کار میکنین و این برند آقا از شماست، از دوستاست، چی تولید میکند، چه خدمات به هموطنان عزیز ما ارائه میکنین؟ تشکر، بسیار سوال دقیق و به جای کردین. این شرکت کسب به نام کمپانی آغاز که به نام آقا سید عبدالغفور سرمایه گذاری از این کرده. دیگه خدمت شما عرض کنم از فامیلاست، بچه پاپاست. دیگه خدمت شما عرض کنم فکر کنیم که از خودمون. از خود شماست. با زمین نمایندگی از زون شمال با مربوط به ما میشه. چند سال برند آقا میشه فعالیت دارن؟ در حدود 1.5 سال میشه از فعالیت از اون دارم. چرا به بازار عرضه میکنن؟ به بازار فقط موتورهای برقی داریم، موتورسیکل ها و ریکشا و زرنج. این چیزا داریم. در چند ولایت نمایندگی داریم؟ ان شاء الله و رحمان شاید به 30 ولایت داشته باشیم. ماشاءالله 30 ولایت. در حدود 30 ولایت. و در مزار شریف هم یک نمایندگی است، جای دیگه هم هست؟ مزار شریف یک دانه دمی بین چوک موی و چوک علیکوزه کم تشریف داریم اینجا کسی. یک جا دیگه هم هست روبرو بلاکای شمس، مقابل بلاکای شمس. و جای سوم هم که هست بین چی هست در کفایت است مقابل مسجد یادم رفته. مقابل مسجد است. در شرایط امروزی قیمت تیل هم بالا رفته، بهترین گزینه و بدیلش هم اینمی موتورسیکل‌های برقی هستند. چه خوب است بریم حسینی صاحب سر موتورسیکل‌ها، قیمت‌ها و نوعیت و اینکه چند کیلومتر میره، چقدر گارانتی دارن یا با گفته انگلیسی و وارنتی دارن، اونا را به تصویر بکشیم. بسیار ما به خدمت. بفرمایید بین حسینی صاحب. همکارم خودت هم تو پیش برو چون از اون طرف تصویر خوب میه و ما از همین سر شروع میکنیم. موتورسیکل‌های برقی برند آقا انواع و اقسامشان هم هستن. یکی چی مشخصات، چی نوعیت و قیمتشان چند است از جناب حسینی صاحب میشنویم. حسینی صاحب از همینجا شروع میکنیم. تشکر. این کسی موتورسیکل به نام بایک یک و بایک دو داره. خب بایک یک، بایک دو. بله اینا کس کلا بایک دو هست. بایک سه هم البته داریم. باز بایک یک خوب است، بایک دو در اصل خب بایک سیش از همه بهترشون و چی هست زور قدرتی زیادتره. بله. باز میایم سر بایک دو. خب باز بایک یک میشه.
بایک اینا بایک دو هستن. بایک دو است بله. بله. در رابطه با بیتریشان بگین، در رابطه با کیلومترشان بگین، در چند ساعت بیتریشان چارج میشه و قیمتش؟ تشکر. یک است 70 کیلومتر مساحت طی میکنه. 70 کیلومتر. 70 کیلومتر مساحت طی میکنه به یک بار شارژ. از شما عرض کنم هر بار شارژ کنیم که یاد برق میخوره. دیگه یک سالم گارانتی داره و 100 تا سرعت میره. باز اینا مختص قیر است یا در خامه میگرده؟ خامه و پخته اید برای هر جای ساخته. در هر جای کار در هر جای کار. چون من یک ویدیو رو گرفتم بعضی دوستا گفته بودن که پرسان بکنه که این موتورسیکلات اگر ما بخریم مثلا در خامه مثلا جغل است در اونجا هم کار میتونن؟ مشکل نداره، ما با گارانتی میدیم که در خامه بیشتر کار میده. خب جناب حسینی صاحب اینا را بایک دو گفتین، قیمت های ارزش یکسان است یا نظر به رنگ فرق میکنه؟ نه رنگاش ما فرق بعضی شرکت هست که فرق میده، باز ما این فرق نمیدیم که نظر به قیمت نظر به رنگش قیمت بالا ببریم. خب این چند است؟ این 47000 میاد. 47000 البته با جور آمد. با جور بله. و این 47000. او 47000. 47000. ارزششون با جور آمد و 70 کیلومتر فاصله رو طی میکنه. خیلی ببینید بله دقیقاً. بله. و این پیش میاد این میای با بایک یک است. این بایک یک. این میاد 37000 با جور آمد. 37000 با جور آمد. و این سرخ او سرخ هم بازم میای خدمت شما کنم 47000. او سیاه میای 47000. اینا هم بایک دو است. فقط تنها بایک یک دانه مونده. این روشن میشه؟ این روشن میشه بله. یک روشن بکنید یک صدایشون رو بکشین که هموطنان عزیز ما ببینن. شما میتونید که بیاین این را از نزدیک مشاهده بکنید که سرعت و کیفیت کارایی از اینه اول از این خواهید کارت روشن میشه. خوش در ریموت اینه در کارت روشن میشه. اینه میشه؟ اینه در کارت روشن شد در کارت خاموش میشه. در ریموت روشن میشه در ریموت خاموش هم میشه. در کلی هم همچینی. حالا اینه در کارت میزنیم این روشن شد صحیح؟ این در کارت روشن شد. باز باید دوباره به کارت خاموش کنی. دیگه خدمت شما عرض کنم که کیفیت کارایی دیگه از اینا اول از این خواهید باشه به شما اینه سرعتش بیان ببینید. تا چند میره سرعت؟ سرعتش میره تا 99 تا. تا 99 تا. این تایرش کم باد است یک ذره صدا داره. خب صدا داره. آرنگ و چیزام داره؟ آرنگ هم داره. این آرنگ هم داره. چاره آرنگ. دیگه خدمت شما عرض کنم که رزینگ ما رزینگ میگیم. مثلا دست شما به یک مسیر دور میریم دست شما خسته میشه ایر پچخ میکنین اما هر اندازه‌ای که خواسته باشین گاز خودش تنظیم میکنه. و موضوع سوم دیگه خدمت شما عرض کنم در جای میرین لای است نه؟ بله بله. لای است. باز این به شکل کمک یک سویچ داره ایر میزنه پچخ میکنه این دیگه باز خودش به مثل موتور ولی کمک دار میشه. واو این دیگه مشخصات ویژه‌اش دیگه من نفهمیدم. و این هم 47000 با جور آمد حسینی. این هم 47000 با جور آمد است. بله. دوستان عزیز بین جناب حسینی صاحبی طرف این چشم اینجا بعض موتورسیکل‌های بایسکل مانند است اگر اشتباه نکنم. اینا چارج میشه؟ پیش اینا چارجی است. کلا اینا همه چارجی است. کلشون چارج میشه. کلشون چارج میشه. خب اینا باز پایدل هم داره فکر کنم. این پایدل هم داره در جایی که مثلا یک مسیر میره برقش خلاص میشه میتونه از پایدل استفاده بکنه. بله. و این قیمتش چند است قیمت احتمالیش؟ اینا میاد قیمتش 19000 باز جور آمد. جور آمد داره. و این کوچیکش میاد 14000. بازم جور آمد داره. جور آمد داره. و او برای معلولین است. او میاد 50000 خب باز جور آمد داره ان شاء الله. هر دوش برای معلولین است یا نه؟ تنها همین. سیاه رنگ سیاه کس برای معلولین. خب او زرد چند است؟ او زرد میاد 23000 میاد جور آمد داره. اونا چند کیلومتر راه طی میکنه؟ 50 کیلومتر مساحت به دو بار شارژ 1 کیلووات برق میخوره. 50 کیلومتر مساحت یک سالم گارانتی داره. در ارتباط پرزجاتش مثلا یکی نمیره میخره از پیشش کدام چیزش خراب میشه شما پرزشون دارین یا پیدا میکنین چی رقم است؟ بسیار سوال دقیق و جای کردین که مردم یک ذره بیشتر متوجه بشه. بله ما پرزجات از پیش از اینکه جنس وارد کنیم وسایل نقلیه رو وارد کنیم اما اول این پرزجات رو آوردیم. این کار فوق العاده است. ما یک جای داریم به روبرو بلاکای شمس که اونجا پرزشون پیدا میشه. مستری پرزه همه امکان است. پس از پرزش دیگه دیگه نگران نباشین وقتی که خود موتورسیکل پیدا می شود پرزش هم حتما پیدا می شود.
حسینی صاحب تنهایی کار متشکل نمیکنه. یک سه چرخه که از نظر دیروز ما و همکار ما بودیم احساس کردیم از سه چرخه‌ای که داخل شهر امیلازه فعالیت دارن احساس کردیم که از اونها که اما داخل باریش کلان است. دقیقاً کلان است. شاید هم یک موضوع باشه. و یک خوش خبری دیگه هم به شما بدم که ان شاء الله الرحمن اگر خدا بخواید تا چند روز آینده یک برنامه داریم که بخیر ما پمپستیشن فعال میکنیم. به سر تا سر شهر مزار کمپوزیشن فعال میکنیم ان شاء الله. به خاطر از اینکه یک نفر از ما موتورسیکل میخره یا دیگه شرکت میخره، موتور میخره، دیگه زرنگ میخره، رکشا میره دموجی شارژ میکنه، باز بر کجایی که میخواد مسیر خود ادامه میده. و یک چیز دیگه هم بگم که یادم رفته بسیار واسه مزیره همین رکشا و زرنگ هر کسی که از ما میخره تا 6 ماه برقش رایگان میدیم ان شاء الله الرحمن. واو، تا 6 ماه شما اگر از برند آقا فروشگاه برادران سادات خرید بکنین 6 ماه رایگان شما را اما رکشا و موتورسیکلتون چارج میکنین. کارت میدیم برایشون. الوعده تو من دین است مقصد. دقیقاً ان شاء الله. براتون وعده داد و امیدوار هستم که سری وعدهشون بخیر عمل بکنن. میم جناب حسینی صاحب سری سه چرخهای زرد رنگ تقریبا بگوییم. بله. که اینا را فکر میکنم به مزار شریف شاید تازه آمده باشه. این فقط شاید 10 روز میشه که این مدلش آوردیم. 10 تا 15 روز میشه. 10 تا 15 روز میشه این مدلش آمده. این مدلش آمده بله. اینا نسبت به ما فکر میکنم جان 4 5 نفر خب راحت چای میشه. راحت میشه بله. همکار ما صحبت میکنم خودت بیا داخل تصویرش بگیر. اینا باز در هرات ساخته میشه یا از بیرون وارد میشه؟ نه اینا چین است. کلا چین است. از چین وارد میشه. بله چین وارد میشه. اما موضوعی قبلا که شما گفتید میگه جنگ شدگار سر شدگار وقتی که پرزه موتورسیکل پیدا میشه باز غم پرزه این سه چرخه رو خوردین؟ بیشتر از این میگم موتورهای ما نیامده بود که موتورها ما تقریبا 10 روز میشه 15 روز میشه آماده در هرات. بیشتر از اون که موتورها بیای پرزه جاده آماده. واو. پیش از اینکه موتور بیا یک کانتینر پرسجاد آماده. بله. اینا را باز به نام چی یاد میکنی سه چرخه؟ این به نام کل این وسایل ما کسب وسایل نقدی به نام شرکت آقا برند آقا. برند آقا. رکشا، موتورسیکل، موتور کلا هم سه چرخه آقا بگویم. سه چرخه آقا خیلی. خب بس ایرا مشخصات مثلا بیتری میخوره چی یا این برق است یا این در پترول میشه یا تنها در برق میشه چی رقم؟ اولتر از این خب برای شما بگم که کل این وسایلی که ما داریم باتری لیتیوم داره. که کل این وسایلی که ما داریم باتری لیتیوم داره و شرکت چین برای ما گفته 6 سال گارانتی بدیم. باز ما نظر به برق افغانستان سعی میکنیم یک سال کل جایش گارانتی میدیم. دیگه خدمت شما عرض کنم که 130 کیلومتر مسافت طی میکنه در یک بار 6 کیلووات برق میخوره. اینا تیل نمیخوره؟ تیل نمیخوره نه تیل میخوره نه مبلای. فقط یک سیایل میخوره واسه ما 4 ماه یک سیایل میخوره. یک چیز خاصی نداره ای برای. مثلا چقدر فاصله رو گفتیم طی میکنه بابا؟ 130 کیلومتر طی میکنه ما در مردم 120 کیلومتر میگه. بخاطر که پیش مردم کم نه. باز این بیتریش بیتری خورده است کلان است. لیتیوم است یک دونه باتری است. یک دونه باتری. چارجر هم برشون میشه؟ چارجر هم میگیم برشون. و 6 ماه خو موضوع خواسته هم 6 ماه چارج رو. ان شاء الله. خب قیمت از چند بود؟ قیمت از این میآید 2,20,000. 2,20,000. 2,20,000. جرامت داره. جرامت داره. بعد کدومش جرامت؟ دوستان عزیز ما بار به خاطر از تاکید میکنم که چون دور رکشای دیگه ما همکارم زیاد استفاده میکنیم ولی سیت داخلی این سه چرخه نسبت به اونا کلان است و ارزش دارن. خب میم سر از میم حسینی صاحب از این چند رنگ است؟ از یک رنگ است. هم زرد است فقط. زرد است. و این فقط این باز آبی دیگه. این آبی است. فقط تنها یک رنگ است. تنها یک رنگ. خب این با او قیمتش فرق میکنه یا فرق میکنه ولی خب این که است توضیحات از ایران برای شما بدم. این که است به سفارش ژاپن بسته شده فهمیدین؟ به سفارش ژاپن بسته شده ولی جنس چین است. بسیار قوی است. یعنی یک نفر خودش خریده آماده همیشه گفته من 1.5 تن سمنت داخل از بار که در برق برد. 1.5 خیلی قوی است. و این نسبت به قیمت است؟ این قیمت 2,30,000 میه. بازم جرامت داره. و این هم 130 کیلومتر فاصله. نه این کمتر میره. این 120 کیلومتر 110 کیلومتر میره تا 15 کیلومتر ما 100 کیلومتر میدیم. 100 کیلومتر. بله دوست عزیز. میریم سر رکشای بعدی.
ایو اردوش عین چیز است اینا خونه؟ این هم عین چیز است. این کاسه ای دوتا آبی کاس اینا ژاپن است و اوزرد کاسه همراه با این سدا این دوتا چین است. چین است. خب در رابطه با این خدمت شما مشخصات از 150 کیلومتر ساعت میره. 150 کیلومتر ساعت میره. ایسی داره، بخاری هم داره. ایسی و بخاری دو ویژگی متفاوت نسبت به دیگران. بله. و داخلش سرش هم مثل موتورا و ساندروف داره. و این لایت هایک است. بسیار جالب است دوستای عزیز. دو تا اینجا داره، دو تا بالا داره. بالا داره. داخلش هم میتونید یک ویدیو بگیریم. میگیریم. شما دروازه‌شون اگر باز بکنین همکاریم. یک ذره پیش ایراد کش بکنه هیچ مشکل نیست. اینه میتون. همکارم میتونه داخل تصویرش به هموطنان عزیز ما نشون بدید. از اون طرف بگی. اینی تصویر داخل از این نوعش است که حدوداً طبق گفته حسینی صاحب 150 کیلومتر فاصله را طی میکند. خب قیمت از اون چند است؟ اینا می 2,10,000. 2,10,000. جالب است. بازم جرامت دارد. بازم جرامت دارد. هم نسبت به اونا فاصله را زیاد طی میکنه، هم ایسی و بخاری داره و هم نسبت به اونا ارزان هستند. خب مییم سر دیگران، سر سه چرخه باری برند آقا. عجب یک چی داره، بادی داره. ایره سیف بادی خوب کلام بسیار متعالی. بسیارم تو دیگه بادی چی است؟ جگدارم هست خدمت شما عرض کنم. خب این بالا میشه، بادیش بالا. ما در بازار مشترک دیده بودم، اما باری از اونم مثل این باری از زیاد است. در بازار مشترک از ازبکستان زیاد است. بله. همین حال دیگه شرکتان وارد کرده از ازبکستان آورد. بله. شما دیگه اینا را کلشون از هرات میارین؟ ما از اول از اونجا میاریم، از هرات از هرات بسته میشه. به نام برند آقا. خب در رابطه با این سه چرخه مشخصات با هموطنان اسمایی را بکنید. این هم خدمت شما عرض کنم 2 تن بار انتقال میده، 1 سال گارانتی داره. 2 تن بار 1 سال گارانتی داره. خدمت شما عرض کنم که قیمت از این میاد 1,55,000 دیگه 120 کیلومتر مسافت طی میکنه. بازم 6 کیلووات الی 7 کیلووات برق میخوره. نه تیل نه موبلای. نه تیل نه موبلای. به یک ولسوالی به نام ولسوالی خمیاب میگن. ما در اونجا بسیار دور است که نه برق داره، هیچ چیز نداره، سولار شارژ میکنن. ما در اونجا تقریبا در حدود 6 دانه فروختیم پری روز. واو. برای کار و چیزا استفاده میکنن. خب کار از این خلاص شد. پیش بینی طرف بین حسینی صاحب ای با او شاید فرق بکنه، باری از شاید خود باشه فکر میکنم. بسیار دقیق سوال به جای کردین. دیگه خدمت شما عرض کنم این باز 1 تن است. خب این 1 تن است. 1 تن بار انتقال میده. 6 تا 4 چی بوده؟ 6 تن بار بیم برده. نه این 2 تن بار. 2 تن. خب صحیح. او 2 تن این 1 تن. 1 تن هم. خب است. و در رابطه با چارج از اینا بگین و قیمت شما بگین. چارج از این اون 130 کیلومتر 120 کیلومتر مسافت طی میکنه. خدمت شما عرض کنم بازم 6 الی 7 کیلووات برق مصرف میکنه. نه تیل نه موبلایل 1 تن بار انتقال میده به شما روزانه. و بازم پمپسشن ان شاء الله که به آینده بسیار نزدیک کوشش ما هم میاد پمپسشن فعال کنین دیگه اگر خدا و بخیر فعال بکنین که باز ما با تصویر بکشیم برای مشتری شما که شما در ابتدای برنامه وعده دادید بخیر با او وعده عمل بکنید. امید خدا کوشش ما میاد که به برنامه آینده که ما شما ثبت داریم ان شاء الله دیگه خدا مهربان است که پمپسشن فعال شه. بله اینا فقط رنگش فرق میکنه با یا قیمتش تا چی هم داره. ما تا 300 کیلو وزن هم داره که 300 الی 400 کیلو وزن برمی داره. عین شکل متاسفانه که اینجا خلاص کردین رو بلاکای شمس که از او داره اونجا هستن. و شما بیشتر هم موتورا رو اشاره کردین، تصمیم دارین که اون موتورا بخیر به مزار شریف بیارین؟ به مزار چی که ان شاء الله اگر خدا بخواد سر تا سر افغانستان باید بیاید اگر خدا بخواد. بله دوستان عزیز این بود از الف تا یا تمام معلومات در رابطه به موتورسیکل‌های برقی، ریکشای برقی و سه چرخه زرنج سه چرخه بگیم دیگه. زرنج سه چرخه آقا بگیم میشه دیگه. میشه بله دقیقاً. یگان تا باز نگه که نام ما رو گرفتین. نه. کلشان تمام اطلاعاتشان جناب حسینی صاحب برای شما ارائه کردن و اصلا تیل نمیخوره، کاملا با برق راه میروند. یک بار دیگر میخوایم که آدرس اینا را برای شما بگوییم و بعد با حسین صاحب خداحافظی میکنم. آدرس برای شما بگوییم.
تشکر لالا جان. یک آدرس ما که است در بین چوک محیب و چوک کالیکوزه است که می حال فعلا حضور داریم. بله. آدرس دومی ما که است بین چی است؟ در روبرو بلاکای شمس است. و سیوم پیش کفایت است. سیوم هم کفایت روبروی مسجد. بله. بسیار زیاد تشکر. تشکر. برای شما موفقیت آرزو میکنم. سلامت بخیر. تشکر. اینی وطندار ما اینمی رکشای برقی را خریده و امیلازه در شهر زیبای مزار شریف کار میکنه. یکی چند ماه پیش خریده بود و کارش چگونه است از ایشان پرسان میکنیم. سلام علیکم. سلام. شما خوب هستین؟ خیراتی هستین ان شاء الله؟ خوب هست. نام شما؟ نصیر احمد. نصیر احمد. بله. از مزار شریف. بله باشنده مزار شریف است. قربان. نصیر احمد جان چند ماه پیش این رکشای برقی را خریده؟ این ما یک 11 ماه میشه که گرفتیم. 11 ماه میشه. 11 ماه. اولین کسی که خرید کسی شما که بود؟ هستم بله خودم هستم. شک والا. کارش چطور است؟ کارش خوبش است. تیل مبلای کپا نمیخوره ان شاء الله. نمیخوره. نه یه 11 ماه بسیار تیل بیغم هستی؟ از تیل بیغم هستم. تیل هم کار ندارم. بله. روزانه که کار میکنی چند دفعه چارج میکنی تا شام؟ اگه شبم کار کنم یک 2 دفعه میشه. 2 دفعه. بله. اگر روز کار بکنی تنها مثلا روز کار کنم یک دفعه. اگر مثلا زیاد کار بکنی خب باز مجبور هستی همون بله، کیلومتر که میری چند کیلومتر میره؟ 110 کیلومتر میگه. حدودا 110 کیلومتر میره. روزانه دیگه چند پیدا میکنی؟ 800 900 کاروبار اگه خوب باشه اما 1000 دیگه 12 ساعت تا 5 ساعت گاهی اوقات. بعضی و فکر میکنم امی سیتی داخل از اونها نسبت به ورکشای دیگه یک ذره بردار به نظر ما معلوم میشه. بله کلانتر است. یک ذره سیتی واگنر است، موتورای واگنر است. سیتیش کلانتر است از ناکده. 3 نفر بسیار آزاد دید. اینجا آورده بودی حتما به خاطر کمی ترمیمات آورده بودی. بله. امروز کار کردی سر اصلاح کردی یا نه؟ امروز کار نکردیم ان شاء الله. بعد از اینکه اینجا برآمدی بخیر. از اینجا برآمدیم باز بخیر فعال میشه ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. سلامت. زنده باشین. برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسه و چند ویژگی که اینا گفتن یکی خود به خاطر موضوع محیط زیست استفاده تیل نسبت به برق خوب نیست و من برق اولویت میتونم. فردا دوباره ان شاء الله در خدمت شما قرار میگیریم و آدرس هم براتون گفتم. اینجاست بین چوک الکوزه که حالا به نام چوک استقلال یاد میشه و در تقریبا 200 متری چوک محیب روبروی شفاخانه معالجوی توخی یوسفزی. تا فردا بدرود.